سرخط مهمترین خبرها: ناراضگی نزدیکان دلیر امامعلی، چرا شکایت ما را بررسی نمی کنید؟ زلنسکی گفت اوکراین به کرمل حمله نکرده است و حمایت سازمان ها از بخش قرقیزی رادیوی آزادی. درود بینندگان عزیز و روزتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 4 می سال 2023 است. پیوندان دلیر امامعلی از بررسی نشدن شکایت این روزنامه‌نگار در دادگاه شهر دوشنبه شکایت دارند. نزدیکان این بلاگر زندانی در صحبت با خبرگزاری آزیا پلوس گفتند 4 ماه پیش از این از بالای قرار دادگاه به زینه دادگاه شهر دوشنبه شکایت نظارتی برده بودند، ولی به گفته پیوندان دلیر امامعلی در این مدت مرحله نظارتی دادگاه شهر دوشنبه شکایت آنها را بررسی نمی کند. دلیر امامعلی که با گزارش‌هایش در یوتیوب معروف شده بود، ماه ایون سال گذشته بازداشت و با حکم دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به 10 سال زندان محکوم شده بود. زینه کاساسیونی این حکم را به تغییر گذاشت. مرحله نظارتی دادگاه اکنون سوم زینه دادگاه می باشد که تصمیم میگیرد قرار دادگاه پایانی را به تغییر ماند و یا بیکار کند. دلیر امامعلی یکی از 8 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک است که در 1 سال اخیر بازداشت شد. این بلاگر تاجیک به صاحبکاری غیرقانونی، دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکار شد، اما خودش در نامه از داخل بازداشتگاه همه اتهام را رد کرده بود. پرزیدنت اوکراین گفت کشورش به مسکو و یا رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین حمله نکرده است. ولادیمیر زلنسکی به این ترتیب ادعای مسکو را درباره حمله درون و یا پهپادهای اوکراین به قرارگاه پوتین با هدف کشتن او را رد کرد. زلنسکی روز 3 می در نشست مطبوعاتی در هلسینکی فنلاندیا گفت ما به پوتین یا مسکو حمله نمی کنیم، ما در قلمرو خود می جنگیم. از آن پیش میخائیل پادلیاک مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی گفته بود این حادثه هیچ پیوند به کیف ندارد و احتمال کرمل این ادعا را در راستای توجیه یک حمله نو به اوکراین اعلام کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت 2 درون و یا پهپاد اوکراین سعی کردند به قرارگاه ولادیمیر پوتین در کرمل حمله کرده او را بکشند. خبرگزاری دولتی ریا نووستی نوشت ماموران امنیتی روسیه این پهپادها را از کار برآوردند و جدول کاری پرزیدنت ولادیمیر پوتین هم تغییر نیافت. در کانال های تلگرام ویدیوی نشر شده است که زبانه آتش را از یک گوشه کاخ کرمل در شهر مسکو نشان می‌دهد. حکومت روسیه این کار را عملی تروریستی نامید و گفت حق دارد در زمان لازم به آن پاسخ بگوید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که آخر هفته روان در برخی منطقه‌های کشور خطر آمدن سیل و ترمز زیاد است. این نهاد در خبرنامه گفته است روزهای 6 و 7 می در بعضی ناحیه‌های تابع جمهور ولایت‌های سوغد ختلان باران‌های سخت و حتی ژاله می‌بارد و رعد و برق می‌شود. متخصصان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند در راه‌های کوهی و عقبه‌ها خطر لغزش ترمه، یرج و ریزش سنگ وجود دارد. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان همچنین گفتند آخر هفته احتمال بالاروی سطح آب در رودخانه‌های جاری شونده از قطارکوه‌های حصار، دریاهای یاخسو، قزلسو، وخش، زرافشان و اسفر زیاد است. مقامات از ساکنان خواستند در این روزها احتیاطکار باشند و از سفر طریق راه‌های کوهی خودداری کنند. شرکت ایشن اکسپرس حرکت مینی بس ها از دوشنبه تا به شهرهای خوجند و پنجکن را راه اندازی کرده است. ارزش بلیط در این مسیرها در مقایسه با نرخ راهگیری توسط تاکسی تا چند مراتب ارزان است. کارشناسان از این اقدام توصیف ولی در عین زمان میگویند که این کار میتواند باعث رقابت ناسالم با مسافرکش‌های خصوصی گردد. ادامه موضوع در گزارش اسکندر فیروز و امیر ایسایف. مسافران محترم، برای دسترس نمودن چپتا به سمت‌های شهرستان، استرابشان، خوجند، عینی، پنجاکن و نزدیک از چپتا فروشی حاضر شوید. به چپتا به اتوبوس سوار شدن قطعاً ممنوع است. از اول ماه می شرکت ایشن اکسپرس حرکت مینی بس ها به ولایت سوغد را راه اندازی کرده است. فرزانه مرادزاده نماینده این شرکت گفت که مینی بس ها به شهر پنجکن ساعت 8 صبح و به شهر خوجند ساعت 8:30 صبح به حرکت می درآیند. همه روزه هر سحر پنجکن داریم ساعت 8 ровно به میبرد از ترمینال از روی گرافیک. بلیتش نرخ نوی بلیتش 70 سومانی.
خوجند باشد، خوجند هم هر سحر ساعتهای 8 به میبرد، 8:30 به میبرد. بلیتش 85 سومانی. از خوجند پنجکент هم همخه. چخه که ایجا میرود هر سحر ایوبای طرف هم همخه میبیاد. در ترمینال چورباغ رانندگان تاکسی برای سفر به پنجکент تا 150 سومانی و به خوجند 200 سومانی دریافت میکنند. در حالی که یک مینیبس تا 5.5 ساعت طول میکشد تا دوشنبه برسد، تاکسی ها همین مسافه را در 4 ساعت طی میکنند. هر کس خواهشمند میتونه در اتوبوس رود، اینش میتونه در ماشین مایده بیاد، اگر رقابت نیست. اونا ساعت 8 میروند، مثال از پنجکent میبرند، ما هر خیل که آدم شد همه با هست. با گفته اقتصاددان حاجی محمد عمرов، معرفی اتوبوس ها بین دوشنبه و ولایت سوخت منجر و کاهش قیمت سفر شده است. نرخی بایست خوب هستند، چندان گران نیست. همین نرخ تاکسی هم تاثیر میرساند اکنون. این حالتی است که تنظیم دولتی نام دارد. علاوه بر خدمت جدید، شرکت ایژن اکسپرس حرکت اتوبوس میان شهرهای دوشنبه و مسکو را نیز راه اندازی کرده است. ارزش راهگیری 1200 سومانی می باشد و مسافران از دوشنبه تا به ایستگاه متروی شهر مسکو منتقل می شوند. شرکت ایژن اکسپرس جزئی از شرکت خالدینگی آسیا می باشد که در گذشته توسط صاحبکار زندانی ایرانی بابک زنجانی تأسیس داده شد. سفارت بریتانیا و نمایندگی اتحادیه اروپا در شهر بیشکک قرار دادگاه ناحیه لنین این کشور برای قطع فعالیت بخش قرقیزی رادیوی آزادی را تشویش آور و نگران کننده گفتند. بریتانیا این قضیه را پیگیری کرده امیدوار است که آن در مرحله کاساسیونی آزاد و قانونی بررسی خواهد شد. نمایندگان اتحادیه اروپا در قرقیزستان هم با عادلانه بررسی شدن شکایت از بالای قرار دادگاه ناحیه لنین دعوت کرده است. مایک مکول رئیس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا هم گفته است که حمله آشکار حکومت قرقیزستان بر رسانه‌های آزاد و مستقل توسط کوشش بستن بخش قرقیزی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را محکوم می‌کند. دادگاه ناحیه لنین شهر بیشکک قرقیزستان روز 27 اپریل با درخواست وزارت فرهنگی آن کشور فعالیت بخش قرقیزی رادیوی آزادی را برهم داد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 می را فرا می‌گیرد. چهارم می 60 سال پیش روز 4 می در اتحاد شوروی یکی از پربحث‌ترین قرارها قبول شد که با نام جزا برای بیکاری نام داشت. بر اساس قرار ویژه حکومت اتحاد شوروی برای بیکاری و مفتخوری در مدت بیش از 4 ماه شخص را به جوابگری جنایی می‌کشیدند. هر شهروند اتحاد شوروی وظیفه‌دار بود که کار کند و دولت وظیفه‌دار بود که به شهروند کار پیشنهاد کند. سالهای 2010 بعد نگرانی و سر و صدای زیاد درباره پهن شدن فلج اطفال در تاجیکستان نهایت وزیر بهداشت گفت که واقعا هم در کشور ده‌ها کودک به پولیومیلیت گرفتار شده است. مقامات آن زمان مرگ یک کودک و گرفتاری 32 طفل دیگر را تصدیق کردند، در حالی که شماری غیر رسمی به مراتب بیشتر گفته میشد. 4 می سال 1914 تولد آهنگساز معروف تاجیک زیادالله شهیدی است. شهیدی در 71 سال عمرش به حیث یکی از معروفترین آهنگسازان تاجیک شناخته شد. تا امروز اپرا و اثرهای صحنوی او کامده و مدن، غلامان، ابن سینا، ترانه‌های دلداده شده ز سوزی سینه است صحنه‌های هنری صدا می‌دهند. یکی از فرزندان او طالب شهیدی هم با راه پدر رفت و آهنگسازی معروف شد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 137 و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1091 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. روز خوبی داشته باشید.